همیشه مشترک است. یک صدای وحشتناک که تمام آسمان را فرا گرفته و شنیده خواهد شد. اسم آن سوره اسرافیل میگوید مسیحیان از نواخته شدن 7 ترومپت توسط 7 فرشته قبل از آرماگدون سخن میگویند. در اساطیر شناسی اسکاندیناوی آخرالزمان راگناروک با دمیدن هایمدال بر شیپور گالارهورن آغاز خواهد شد و این مثال‌های بیشمار به همین شکل ادامه می‌یابد. با اینکه قرن‌هاست این صدا و روایت‌ها را صرفاً داستان‌هایی نمادین می‌دانند، اما در سال‌های اخیر پدیده‌ای ناشناخته و اسرارآمیز سراسر جهان را فرا گرفته که بی‌شباهت به صدای این شیپورهای آخرالزمانی نیست. به جعبه سیاه خوش آمدید. مفهوم یا قالب صداهایی از آسمان یا غیب نقش بسیار پررنگی در دین‌های آسمانی و اعتقادات پیروان آن دارند که البته با وجود تمام تفاوت